قوت به اصطلاح یک جانبه نکنیم. داشته باشیم یک تیم دلسوز از مجاهدین که برن با دوستای ملاقاتی داشته باشن، حرفشان هم بشنون. اگر مقبولیتی داشت ما چرا رفیق 50 سالی خود به این سادگی از کنارش رد میشیم؟ یعنی چی؟ یک نوع در آیین رفاقت در سنت رسول الله برای ما یک ذات یک صحبت مطولانی نشه. حرف دوم ما معمولا عادت داریم با معذرت که وقتی نتایج خراب مطابق میل ما بیرون نشد بعدا تمام ملامتی را سر دیگران می‌اندازیم. امریکا، روس، انگلیس، پاکستان فلان در داخل چیز عذاب فلان. اما سهمی را که درست است دشمن سر ما گل نمیپاشد. دشمن همیشه در کمین است از هر خلا استفاده میکنه. اما ضعفی که خود ما ضعفای خود ما را کمتر ارزیابی میکنیم. در این قسمت یک ذره که توجهی رهبری نمی‌کنیم. با همه احترامی که ما به رهبری خود داریم، با همه وفایی که ما داریم، با همه امتیازاتی که خداوند نصیبش کرده برش احترام قائل هستیم، اما این ضعفایی است که ما باید اون متوجه باشیم. سیومی که ما پیشنهاد داشتم که با قهرمانان جهاد افغانستان که شهید شدیم ولی فرزندش هست یک احترام داشته باشیم. ما برای زوا رتبه‌های اعزازی را به امضای رهبر جهاد ما برشان نوشته کنیم. دوران جنرال، دگروان، همین چیزهایی که فرهنگ افغانستان است، امیر ما اکرام اعزام امیر شهدای ما را، همون معلولین ما را، همون سنگردارایی که 20 سال شد که دیروز کسی آمد معلول پیش من که دست خشکت است با خدایی که زمین و آسمان پیدا کرده در یک خورینان بودیم نانخور 4 لقمه گفت مرا بس مسائل سر گفتون چرا؟ گفتون رو شد اولادای مکشنه است شما را در جنان قرار بودیم گفتون رو شد گفت اولادایم که یادم آمده حاله ما چرا مدیریت‌های سالمه در اطراف حزب اسلامی ما نسازیم؟ تنها مقیاس جامع کمالات ما و حزب اسلامی و افغانستان شده نمیدانه. پیر است که مرید بلند میکنه، پیر است که موقف مرید است که موقف پیر بالا میکنه و برش پیامبر میگه مقامی را که خدا بخواه بر حضور مشاورای بسیار نیک میده همون چیزایی که یادش رفته باشه و یادش بده. آیا حزب اسلامی افغانستان 70,000 افراد داشت که به حزب اسلامی رای بده؟ مشکلات در کجا بود؟ چرا؟ به خاطر چی؟ 70,000 انسان حزب اسلامی الا اکادمی سرایشان را برشان گرفته در خارج و داخل روان کرد. ولی چرا این سنگ آیا غلط بود یا او افراد نیک و سالم در میدان سنگره که داگزدا میدان بودن ده ناظر شون رای دادن؟ ضرورت است که ما مدیریت‌های سالم در تمام بخش‌های ما بسازیم. حرف سوم ما در اجتماع جایگاه ما را دیگران تثبیت میکنند. میبینیم در رسانه‌ها برای ما میگن که اینا ملیشه‌های آمریکایی بودن. این جایگاه است چون ما حضور نداریم در اجتماع. ما حضور همچنانی نداریم. حضور ما رو باید چه کسی تثبیت کنه؟ خود ما در اجتماع باید حضور خود تثبیت کنیم. اما طوری که دیروز در کنار ملت خود علیه اشغال ایستاده بودیم، امروز هم ما در فضای سیاسی مملکت خود حق داریم که ما جایگاه خود تثبیت کنیم. بیشتر در ایران می‌آمدیم جناب قاضی صاحب یک نقطه اشاره کرد گفت اینمی چوک علیپور به خاطر علیپور و اینمی ملیت تشیع و برادرها با هم متحد شدن. اینجا سر و صدا حتی فعل میکردن، سر و صدا ایجاد کردن. یک علیپوری را که کلتان میشناسید از چنگ نظام نجات شدن، حتی برش امتیاز هم گرفتن. اما ما امروز در یک موقعیتی قرار داریم قسم به خدا اگر یک برادر ما از آدرس اینمی نظام متضرر میشه ما 50 نفر در قفس سر کشیده نمیتونیم. چرا؟ این دلالت میکنه به اینکه ضعف ما در اجتماع، ما وجود خود در اجتماع نتونستیم تثبیت کنیم. ما وارث 1.5 میلیون شهید هستیم. ما یک روز ماشین جنگ علیه اشغال داشتیم ولی امروز ما حداقل در فضای بسیار کوچک قضیه نجیب شما ببینید اونجا ما 10 متر 7 متر فاصله ایجاد کردیم برای صفوف که باش تعداد ما بیشتر معلوم شد. اما ما حداقل یک حضور همچنانی را نداشتیم در این چیز. بنابراین ما فقط همیشه در اطراف صفر چکر میزنیم.
یعنی چی؟ 50 سال است که ما در محور صفر چکر میزنیم. ما دستاوردهای خودم معمولا توجیه میکنیم که زیاد مقبولیت ندارم. تشکر از توجیهتان، خیلی معذرت میخوام، سلامم کمی بلند شد و من امیدوار هستم جناب هاشمی صاحب تشریف دارن. ببینید ما را غلط توجیه نکنیم. ما از متن مجاهدین هستم، حرف مجاهدین. قسم به خداست به رهبری و قیادت خود افتخارم داریم و واقعا که بی بدیل هم است. اما این اشکالاتی است که ما 50 سال است که مکرر رو تجربه میکنیم. یک مقدار تحرک، آخری ملت هم سر ما حقی دارن.